بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همراهان تحریریه و خدمت آقای زهروند. خیلی خوش آمدید، بزرگواری کردیم. ما تقریبا به نهضت سالهای اخیر ترافیک خبر داریم و خبرهای مرتبط با ایران هم با شدت ادامه داره. آقای شمخانی که سمتی هم داره به شکل نیمه رسمی و در نهادهای حاکمیتی به شکل مشاور و البته مسئولیت در کمیته هسته‌ای زید دفتر رهبر انقلاب، ایشون به یک باره گفتن که ایران حاضره که تمام ذخایرش رو بده و غنیسازی رو هم تعلیق بکنه و تحریم‌هاش برداشته بشه. خب معمولا توی تقسیم کار چماق و هویج اونه که مقامات غیر رسمی هستن تندترن. اینجا عملا اومد و اون ته خط رو گفت من نمیدونم عراقچی واقعا میخواد در مذاکرات سر چی صحبت بکنه. از طرف دیگه ترامپ در منطقه هم حاضر شد، یک کاسبی تقریبا 3.5 میلیارد دلاری هم پیاده کرد و تقریبا جیب منطقه رو تکوند. یعنی کشور عربی دیگه چیزی برای آینده ندارن که بخوان خرج امیالشون بکنن، به خصوص عربستان که کشور بزرگی هم هست و خرج و برجش زیاده. و ایشون گفتش که من راه چین رو در نفوذ به GCC قطع کردم عملا و اون مناسباتی که امارات، سعودی، قطر با چین برقرار کرده بودن رو گفت بریدم، که نشون میده که غایت ذهن ایشون صد نفوذ چین در منطقه هستش. آقای ترامپ خیلی هم توهین‌آمیز علیه ایران صحبت کرد. من میتونم بگم که ضد ایرانی ترین کمپینی که رئیس جمهور آمریکا در منطقه بود که حتی مقامات ما رو دوست خطاب کرد و متاسفانه جوابی هم نشنیده ایشون. و از طرف دیگه در سمت روس‌ها به یک بار رسانه روسی گفتن که بمب افکن سنگین سوخوی 34 هم در راه ایران، عکسش هم نشون دادن که با استتار کویری هست و اعلام کردن که الجزایر و ایران که رابطه خوبی دارن با روسیه مشتریش هستن، که در راستای سفر آقای پوتین داره انجام میشه، چون لایحه توافق جامع راهبردی هم دولت نداده بود، با این سفر عملا داد و فکر میکنم در کمیسیون حضرت عالی باشه که باید بررسی کنید و نظرتون رو به صحن مجلس ببرید. اگر ممکنه این بسته خبری رو شما زیر یک سوال صریح که از ما خیلی میپرسن تحلیل بفرمایید. مخاطبا خیلی میپرسن که رهبر انقلاب فرمودن که مذاکرات شرافتمندانه نیست و ما نمی‌کنیم. الان تخت گاز داره مذاکرات انجام میشه و آنچه که از ایشون میشنویم و آنچه که از سایر منظومه نظام میشنویم با هم دیگه تناقض داره واقعیتش، یعنی اصلا جور در نمیاد. این مذاکرات عدم شرافتمندانه هست نیست و کلا چه خبره؟ خوانش شما از این اخبار چیه؟ در خدمتتون هستم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب منم عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه تحریریه. حالا ما میتونیم از اون ابتدا شروع بکنیم و بعد بیایم برسیم به این که به هر حال نظر مقام معظم رهبری به اعتقاد من کماکان به قوت خودش باقیه. حالا این شرافتمندانه بودن و یا نبودن چگونه قابل تحلیل خواهد بود، چون خیلی از من سوال کردن و من اخیراً هم یک جایی در همون حوالی دفتر صحبت داشتم، باز از من همین سوال شد، مثل همون وضعیت برجام که خسارت محض بود، ولی هنوز که هنوزه آقایونی که رفتن این خسارت محض رو دامن زدن قبول که ندارن هیچی، بلکه میخوان برجام رو دوباره احیا کنن. خب پس بنابراین این تناقض بسیار درون ساختاری است دیگه و این میتونه اگه حل نشه معضلاتی رو به وجود میاره. این خودش یه نشانه است از لزوم یک سری تغییرات ساختاری و رویکردی، چون اول باید شما رویکرد تغییر بکنه تا در مدیریت ساختار و چیدمان ساختار و مأموریت پذیری ساختار تحول ایجاد کنید. این یک قانونه. اشاره داشتیم بالا به مسئله آقای شمخانی. خب منم سوال بود در مقطعی که اینا دارن در واقع کار میکنن و بعدم عنوان میکنن که شاخه زیتونی که ترامپ اعلام کرده که ما پیشنهاد دادیم در نشست دور 4 این بهترین پیشنهاده و اگر نپذیرن به حال مشکل ساز خواهد شد. ویتکاف هم اینو گفته من اینو تحویل دادم
مراتب تیم مذاکره کننده منکره و به نظر من هم میتوان این دوتا رو با هم جمع کرد. یعنی نه بگیم آقای ترامپ دروغ میگه و آقای ویتکاف، چون بالاخره مسئولیت داره دیگه، این رو مکتوب دادن. از اون تم چون مذاکرات غیر مستقیمه، تیم ایرانی هم خب تحویل نگرفته چون واسطه‌اش عمانه. یعنی دروغ مسئولیت میز گفته، یعنی میتونه مثلا گفته باشه اینا تحویل نگیرن، بگه ما باید بریم در تهران بررسی کنیم. و خب اون شاخه زیتون و اون پیشنهاد احتمالاً محتواش روشن بوده و اگه ده تحویل میگرفتن بار خاص خودشو پیدا میکرد، هم بار معنایی هم بار سیاسی. و خب شاید آقای شمخانی خواسته بین ماجرا رو بگیره، نمیدونم. ولی در مجموع من مثبت ارزیابی نکردم این موضوعگیری رو، چون ضعیف میکنه تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو، چون اونا هستن که نوک پیکان تماس و تعامل و حتی چالش هستن تو این حوزه و هر تغییر اگر میخواد باشه بایستی در حد راهنمود باشه و پشتیبانی. ولی اینکه شما اینو میگی عملا همه چیز به هم میریزه. بنابراین میتونم بگم این موضوع از این منظر بود. حالا دال مرکزی از این که این اتفاقات میفته و تیم مذاکره کننده ما رو به نوعی منفعل میکنن و انفعال رو بهش تحمیل میکنن، چون من تو برنامه قبلا گفتم این هنر آقای ترامپه که بسیار هوشمندانه داره انفعال میده به همه طرف‌های خودش در حوزه بین‌الملل، از جمله در برخورد با تیم مذاکره کننده هسته‌ای. کاملا انفعال میشه دید دیگه. که مثلا آقای عراقچی در سفر به آنکارا هم عنوان میکنه که ولی اینا متناقضن، اینا سرشون گیج میره، متوجه شدن دارن چی میگن. در که به نظر من کاملا روشنه دارن چی میگن. بسیار بسیار هوشمندانه است. یعنی بر پایه اون مواضع قبلی که آقایون لاریجانی ها و ارزم بزرگ شما خرازی و دیگران گرفتن که اومدن گفتن که ما در آستانه تولید بمب هستیم، ببین این واژه سوژه رو داد طرف مقابل، اون هم زیر یخمو گرفته ول نمیکنه، میگه که من مثلا با ایران فقط تولید بمبه، یا شما میاید و مناسبات عادی میشه و یا اینکه شرایط ما رو باید بپذیری و یا اینکه در غیر ما برخورد میکنیم. ما نمیخوایم ایران تولید بمب هسته‌ای بکنه. حالا در این ور تحلیلی میشه که خب باشه ما این 270 کیلو رو تحویل میدیم، کاری که شمخانی کرد ابتکار ویژه نبود ولی نشون میده فهم دقیق از مواضع و اظهارات ترامپ نداشته. میگه من اینو میدم شما کل تحریم ها. حالا من بحثی که میکنم اینه که شما اگه کل هسته‌ای رو هم پلم کنید و بگی که آقا ما اصلا تا اطلاع ثانوی دیگه فعالیت هسته‌ای نخواهیم داشت، در بدلش کل تحریم ها، من به شما میگم اتفاق نمیفته. از چه منظر؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چون بحث اونها برای ما با ما صرفا هسته‌ای نیست. بحث اونها موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی ایرانه. بحث ایران پتانسیلی است که ایران داره. ایرانی که بالقوه امپراتوره، ایرانی که گفتمان انقلاب حضرت امام و بالاتر آرمان‌های قرآنی رو مطرح میکنه، پرچمدار سیره علوی است، اگرچه این پرچم دیده نمیشه الان. خیلی ها معاویه صفته دارن کار میکنن، اصلا به اعتقادی به این حرف ندارن، اما میدونن پتانسیلی این 90 میلیون نفر پیرو علی ابن ابی طالب هم. مثلا مسئله ساختار و یا بخشی از عناصری در دولت مطرح نیستن که دولت باشه نباشه اتفاق نمیفته. من بارها گفتم نظام سیاسی اینجا مهمه. نظام سیاسی یعنی جهتگیری ملت، خواست مردم برای حرکت در مسیر علی ابن ابی طالب، در مسیر قرآن. ببین این مسیر خیلی روشنه. با من دارن
ابراز نگرانی میکنن از تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت که این به نظر من یک پوان بسیار منفی شد برای مجمع تشخیص مصلحت. این شد مجمع هم که بخشی از ساختاره اونم در واقع داره پوزیتیویستیک و سکولار داره تصمیم میگیره. انقلاب اگه میدیدن کسی این تصمیم نمیگرفت که. البته پیش از سکولار، چون از نظر اقتصادی هم چیزی بهشون نمیده بازم. حالا دیگه یعنی کاسبی هم بلد نیستن. حتی کاسبی هم نباشه. من میخوام بگم خیلی زشته. یعنی شما چجوری میتونید تو صورت حضرت آقا نگاه کنید؟ یعنی اومده بهت گفته دزد و تو میحرفونه تشکیل میکنی. حالا اونش که دیگه مسئله دیگری بود. اونم یه تحلیل جداگانه فاز بعدی رو باید بریم. ولی در این فاز من میخوام بگم اینا مسئلهشون تعارض جوهری است. مسئلهشون تعارض پارادایمی است. به چه زبانی من سالهاست دارم میگم. ببین من غیبگو که نیستم که ببین بعضی این چند وقت من تو این برنامه دارم پیش بینی میکنم و به شما میگم هیچ اتفاقی نمیفته. اصلا این روشنه، چون آمریکا وضعش خراب شده. ما هم درسته ما رو بی جهت ناتراض کردن. من قسم میخورم که اگر چنانچه یه تغییرات ساختاری پیش بیاد شما ظرف 4-5 ماه کل مسئله کشور حل میشه. تو ما انقلاب نکردیم که لنگ آب و برق و گاز و فلان باشیم که بعد اون مرتیکه قمارباز بیاد بره اونجا بگه که مقامات دزدشون پولا رو بردن فلان کردن بهمان کردن که بعد امروز سرزمین‌های سبزشون رو خشک کردن. ببین اینا خیلی بی‌ادبی بی احترامیه. صدا در نمیاد اینجا. بعد صدا در بیاد. من فقط دیدم سردار سلامی با غیرت اومد میدون امام حسین یه صحبتی کرد. یه نفره موج را بیفته. بعد میره تو مشهد هم میره در کجا در سفر آقای رئیس جمهور بحث از مدرسه میکنه که بیاین مدرسه سازی کنیم برام تربیت کنیم. چه ادبیاتیه. چه ربطی به ما 3% جمعیتمون بود میگفتیم مدرسه به اندازه کافی ساختیم الان شدیم 1% 1.5% نرخ رشد. قاعدتا مدرسه باید اضافه داشته. مثلا چجوری مدیریت داره میشه کار. خواهم بگم این اغتشاش روی کردی، اغتشاش ایدئولوژیک، اغتشاش در واقع معرفتی است که کار ما به اینجا کشونده. بعد آقای مجمع تشخیص مصلحت عنوان میکنه که من تحفظ میذارم. آقا شما تحفظ مگه میتونی خونه خالص به تحفظ بذاری که بعد بگیم ما به FATF میپیوندیم و در سایه پیوستن به FATF مناسباتمون با جهان عادی میشه؟ مگه پاکستان که تازه نوکر آمریکا و انگلیسه تو همین بحث FATF لای خاکستریه؟ روسیه هم که اخراج کرد. روسیه که اخراج شده. ما که تازه عضو نمیشیم که ما نسخه و FATF رو باید بپذیریم. ما عضو شورای حکام FATF نیستیم. درست. نمیشیم. بعد تازه کنوانسیون 1949 وین داره به شما میگه شما تحفظ رو هر چیزی نمیتونی بذاری که در تعارض با هدف جوهری اون معاهده باشه. هدفش داره میگه تروریسم. حالا شما میگی من قبول ندارم، میگی بی خود کردی واسه تو هم برو بیرون. شما از نظر ما انصارالله تروریسته، سپاه پاسداران تروریسته، کانادا اعلام کرد اروپا فلان به اینا. شما نمیتونی بگی من قبول ندارم. میگه تو میخوای بیای تو جمع من که نمیخوام بیام تو جمع تو. بس تو این عروسی میخوای بیای من بعد به تو کارت ورود بدم. تو این هتل میخوای بیای من بعد تو رو پذیرش کنم. تو ریسپشن رفتی. من قبول ندارم خونه خالص مگه. ولی فقط چی شد یه گزاره داد به منطقه، به حوزه مقاومت، به انصارالله، به حزب الله، به هشت شعبی، به همه اونایی که دلسوز انقلابن و اتفاقا بحث از مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل به عنوان یک هدف کلیدی میبینن. راهنمای عمله. هر کسی که میخواد یصدون عن سبیل الله میاد بگه آقا تو داری صد میکنی دیگه، تو اصلا بستی تو مانع هستی، باید حذف بشی. اونم داره همینو میگه. میگه ملت ایران رو ما حسابش جدا کردیم. تو غلط کردی ملت ایران رو جدا کردیم. برای همین شما نگاه میکنی شده توافق معیشت. ببینید یعنی مگه حضرت آقا اشاره نکردن گفت آقا مذاکرات رو به اقتصاد گره نزنید. الان من نظرم اینه حضرت آقا یه نفر بازرس بذاره تو همین فرایند از صدا و سیما و غیره و ذالک و تمام این روندها و اظهاراتی که داشتن رسانه، شما چه اقداماتی رو کردین که این گره نخوره؟ چرا مردم رو شرطی نگه داشتین؟
من که میدونم اوضاع چه قراره. بعضی الان خوشبین شدن، میگه آقا خوشبینی ما توافق داره انجام میشه فلان میشه. ببین داره منفعل نگه میداره، جامعه رو داره به انفجار میرسونه آقای ترامپ. خیلی روشنه. من نمیدونم چطور اینو نمیفهمم. شما نمیتونید تک متغیر تحلیل کنی بگی ویتکاف اینو گفت، روبیو اینو گفت، فلان اینو گفت، بهمان اینو گفت. نه، همه اینا محورشون شخص آقای ترامپه و ترامپ داره داغون میشه. ترامپ دستاوردی نداشته که تا الان. حتی مذاکرات با زلنسکی در آنکارا رو ما دیدیم دیگه، استانبولو. پوتین نمیاد شرکت نکرد. نه، پوتین می‌خواست بیاد. خیلی روبیو رو سریع فرستاد، گفت ببینید چیکار میتونه بکنه. ولی توی مذاکره روسا گفتن آمریکا نباید باشه. آمریکا تو مذاکره نیست. آره، ولی خودشون رو رسوندن. اگه لازم بود ترامپ تو منطقه بود، خودش میرسوند. این خبرا نیست. هنوز میگه باید با پوتین ملاقات کنم، روسا هم محلی نمیذارن. تو دهنی خوردن اینا. حالا میگه که رفته به منطقه. مگه ما دو تا برنامه قبلم نگفتیم؟ برنامه قبلم گفتم چقدر داره میگیره؟ 1 تریلیون دلار گرفت. 1 تریلیون دلار گرفت. 600 میلیارد دلار از کی گرفتش؟ از عربستان. وعده پولایی که توی امریکا بلوکه شده این که بیاد در سرمایه گذاری بشه توی داخل آمریکا، نه داخل ایران ها. این نامردایی که اومدن گفتن آقا 1000 میلیارد 2000 میلیارد 2500 اینا همونایی بودن که شرطی کردن جامعه رو، به مردم دروغ گفتن. ما که گفتیم بابا این بدبخت در کاسه گدایی دستشه. 600 میلیارد دلار از کی گرفت؟ 600 میلیارد دلار از عربستان گرفت. 240 میلیارد دلار بهش اسلحه فروخت، شد 800 خورده میلیارد دلار که گفت در تاریخ معاملات نظامی آمریکا بی سابقه است این حجم از قرارداد. یعنی برای اینکه بتونه این 240 میلیارد نقده، 600 که نقد نیست که، اونم بازه زمانی چند ساله است. 240 میلیارد اینجا فروخت. یه 240 میلیون دلار هواپیما گرفت. میلیارد؟ نه، میلیون. یه هواپیما شخصی گرفته. 400 میلیارد گفت. 400 میلیون دلار. 400 میلیون دلار نه، چون تلافی از قطر گرفت. از قطر گرفت. 240 میلیارد از قطر. قطری تیز بودن. گفت ما که اسلحه نمیخوایم، بس اقلا هواپیماشون رو به ما بندازن که این هواپیمایی که میاد با خط قطر ایرویز رو یه ذره گسترش بدیم. بی خیالی، حالا می‌ریزیمش اونجا. لازم شد قطعاتش هم می‌فروشیم به ایران به جایی. 240 میلیارد دلار قرارداد اونجا بست. پس شد 480 میلیارد. این کل ماجراش بود. امارات هم یه چیزی دور بر 300 میلیارد رو از حسابش توی آمریکا برداشت. یعنی چی؟ اومد گاوداری حوزه خلیج فارس. همه رو دوشید. نه دوشید که دست خودشه دیگه. شما اگه گاوداری داشته باشی از گاوه اجازه میگیری؟ قشنگ شینو میبندی زیر پستون و گاوش میکشه میره دیگه. ولی به ما فروخت. ببین ترامپ دستش خالی بود. الان هم چیزی که برد با آمریکا رقم هیچی نیست. میگه بابا ما 300 تا که ما دستمون خوردیم رفته دیگه. اونم که 600 تاشو خوردیم و رفته. برو عربستان، برو پول رو بگیر. ببین چی داری بگیری؟ پول نداری که. چین گردن کلوف رو 300 تن طلاش اونجا گروگان هنوز آزاد نمیکنه. 300 تن طلای چین در داخل آمریکاست. چون اگه اون طلا رو برگردونه وقت اون پول بریکس و همچنین پشتوانه برای یوان اینجا قوی تر میشه دیگه. حالا چین باش تصفیه حساب میکنه، مشکل نداره، ولی میخوام بگم ببین یعنی طرف باجگیره دیگه. خب اینم که اینجا گرفت، چه اتفاقی افتاد؟ حالا میخوام بگم تعریفو بشناسین، هم نترسین، هم بدونیم چقدر طرف پیاده و قالتاقه. ایشون در سفر به خلیج فارس روشن شد که خانواده خودش و دامادش، اینها زن و بچه در امارات، در عربستان و در قطر دارن کار بیزینس و ساختمون و امور مالی انجام میدن. حتی ویتکاف هم با قطری‌ها کار سنگینی میکنن. کار سنگین دارن میکنن. یعنی ملت آمریکا کشک کار به جایی رسیده، مثل این بیزینسمنای ما که الان تو حکومت هم هستن دیگه، هم دارن حال میکنن با پول و چیزی که خوردن و بردن، هم تاثیرگذاری میکنن رو تصمیمات.
اینجا ببینید مسئله اولیگارشاست. یعنی حکومت دست کی افتاده؟ اولیگارشا در اونجا. اینجا هم دارن اولیگارشا تاثیر میذارن. یعنی تمام قد ایستادن که روابط با آمریکا به هر قیمت برقرار شه، به هر نحوی که شده، به هر امتیازی که شده. اینجا من برام سوالام دونه دونه داره شفاف میشه. حالا برای من که خیلی شفافه، اینا خیلی روشنه دیگه. ما تو همین هفته گذشته یک جلسه خوبی داشتیم، رفتیم با سردار حاجی زاده و دوستان عزیزش اونجا، یک صبح تا ظهری بودیم اونجا و تا بعد از ظهر و ظرفیت ها رو دیدیم و موقعیت ها رو برامون نشون دادن که حالا به دلایل خب اینا باز نمیشه، ولی اگه ملت ایران اینا رو بشنون ببینن اصلا یه به عکس این نامردایی که دارن دائم تزریق یأس میکنن به مردم، اونجا این خون حسینی میزنه بالا که ببینیم که چه قدرتی هست ایران که اون نامرد میتونه بیاد اینجا اینجور جسارت بکنه مقامات رو و این رو بگه دزدا اینا بردن خوردن، نمیدونم زمینای سبز رو خوش کردن. تو اومد اینجا، من که گفتم ویتکاف بیاد اینجا ما خدمتش هستیم. سردار سلامتی تو امام حسین آقای قطرام تشریف بیار اینجا بهت نشون بدیم. نه واقعا نشونش میدیم، مشکل نداره. تیم نمیاد، خودش یه نفری بیاد بعدم میدیم سلامت برگرده. چشو کورشو وا کنه ببینه که اینجا چه وضعی داره. به مردم تشریح نمیکنن که آقا امارات قطر یک بشقاب جاست. شما توی یه بشقاب جا ادارش که کاری نداره که توش برو هی 2000 تا 500 تا برج بساز که میشه الواتخونه و یه سری آدمای فلان و حساب و مالای و یه سری اون کلاهبردار و همه کلاهبردارا اونجا جمعن از همه جا، از جمله ایرانی‌ها که اونجا هستن. از اونجا دارن تهران و بازارش رو مثلا کنترل میکنن، پولا رو بردن اونجا تحت عنوانی که میخوایم دور بزنیم. لذا شما وقتی نگاه میکنی 1 میلیون جمعیت امارات بدون ایرانی‌ها و هندی‌ها و پاکستانی‌ها و کسایی که اونجا هستن. قطر هم چیزی 400 200 هزار تا. درآمدشون چقدر در نظر نفت معادل ماست، نفت و گازشون. خب پولا که رفته دست امریکاست. شما اونو با ایران مقایسه میکنی؟ همین امارات هم آمارش عرض کنم، همین الان پیدا کردم. چقدره؟ قدرت خرید اماراتیا توی این 20 توی این یک دهه 3 دهه 25% کاهش پیدا کرد. نه حالا کاهشش کار ندارم، جمعیت دارم میگم. جمعیتش که من میخوام بگم اداره یه جایی مثلا فرض کن یه جایی باشه، چون فرض کن کل اینجا رو ما بگیریم به اندازه تهران. اگر شما فقط تهران رو در نظر بگرفتی با 1 میلیون، شما حساب کن مثلا به جایی که 12 میلیون در ایران تهران باشن، فرض کن 3 میلیون در تهران باشن. همین میزان در نفتی هم که داریم میفروشیم. آیا اینجا همه لاکچری زندگی نمیکنن؟ برج نمیره بالا؟ علافن دیگه، مثل هنگ کنگ. یعنی درآمد ایرانی 9 برابر بشه. در حالی که شما یه جاده از چابهار جنوب شرقی بزن به ارومیه، ببین چقدر هزینه داره این جاده، نگهداری و تعمیر و مرمتش چقدر گرفتاری داره. 2000 کیلومتر میشه. حالا تو این مرزهای ما که هزاران کیلومتره با این همه تهدیدات، کنترل این چقدر چیزه. امارات مشکل مرز داره. خب شرایط رو نمیان برای مردم توصیف بکنن. 2 تا 4 تا رو دارین میگین دیگه. 2 تا 4 تا است که بعد مدیریت یک چنین کشوری اساساً با مدلی که داره امارات و عربستان و اینها میرن جلو فرق میکنه. برای من خیلی جالب بود. شما باز مراجعه بکنید به سال گذشته در اون حرکتی که چین کرد، رابطه ایران و عربستان رو واسطه شد. من اونجا عرض کردم که اولا چینی هم سرشون کلا رفت. 1 2 بایدن به این اجازه داد که چین رو در کنترل و مهار داشته باشه تحت عنوانی که میتونی به جای پترودلار با پترویوان نفت بفروشی. این فعلا یه جور بازیه، ایران هم که کشیده تو این وادی. و همین آقای بن سلمان زمان وقتی که داشت میگفت مسئولین دزد مقامات دزدش کف میزد. ببینید یعنی شما وقتی که میای صحنه رو نگاه میکنی، یه صحنه است که نشون میده تعارض. اول اینا همشون سرسپرده آمریکا. شما امیر قطر رو چه دیدید؟ امیر امارات رو
رفته سری هرچی ناموس داشت آورد اونجا، موهاشون رو غیر میدادن برای کی؟ برای آقای ترامپ. اینم در فرهنگ عربی خیلی در فرهنگ، یعنی بی غیرتی عربی رو اینجا دیگه به اوج رسوندن. ببین میخوام که اینا همشون صورتکن، اینا تیولهای آمریکا در منطقه. ما بدونیم امریکا بسیار نگرانه. داشتم میگفتم ما در جلسه با آقای حاجی زاده و دوستانشون اونجا دیدیم وقتی که کل پایگاه آمریکا رو به ما نشون دادن، تمام ظرفیتاشون رو، حمومشون هم ما دیدیم که کجا حموم دارن، کجا دستشویی دارن، کجا دارن حرکت میکنن، کل بضاعتشون زیر کنترل دوستان بود اونجا. گفت ببین اینا لحظه نابودن، غیب میشن همشون برای ما. آمریکا اینو میدونن مطمئنا. آمریکا میدونه دیگه، خلیج فارس هم بسته است. اینا کدوم گوری میخوای بیای؟ یه کار جالب‌تری که میخوام بگم فریبکاره، اینو باز نمیدن تحلیل بکنم، من دارم اینو تحلیل میکنم دیگه. زمانی که رفت 240 میلیارد دلار به عربستان سلاح رو فروخت که نمیدونن چه به دردشون میخوره، با کی میخواد بجنگه؟ خب بدبخت. یه آرامکو که رفت رو هوا همیشه نابودی دیگه. همه میگن شاه عربستان مثل مرده، اینا نگران کودتان توی اونجا. اگه نبود ملاقات میکرد با حالا هیچ روشن نمیکنن، یا خیلی مریضه یا. اما وضعیتی که الان اونجا هست اینه که شما 240 میلیارد میخواد چیکار کنی؟ مگه در یمن تونستی سلاحات رو استفاده کنی؟ خلبان فرانسوی، آلمانی، آمریکایی پرواز میکنه. یعنی او برای اینکه با یه تیر دونشون زده، هم از جیب اینا گرفته، هم کاری با زلنسکی داره میکنه. حالا در اینجا با اینا چی که پولش نقدی از پیش گرفت که اگر خواست اتفاقی بیفته بگه آقا من مثلا اینجا دارم برای شما پرواز میکنم، حقوقشون رو میگیره، حقوقای بالا. در این وضعیت اومد چیکار کرد؟ آقای بن سلمان ازش پرسید که خب آخه اگه ما رو اینجا درگیر بشیم با آمریکا، تو میخوای میگی من میزنم، اونا تو ما رو میزنن، ما نابود میشیم، اینو ما چیکار باید بکنیم؟ گفت مشکل نداره، همه 6 تا بیدویی که میگفتم و الان میگم پرواز کنم برن آمریکا، پرواز کردن رفتن آمریکا دیگه. گفت خاطر جمع باشه. از اون به بعدم نگفت ما دیگه با ایران میجنگیم، گفت ما روی شما فشار اقتصادی رو انقدر میبریم بالا که نتونی یه بشکه نفت بفروشید. دیگه ادبیات تهدید به حمله رو گذاشت کنار. شما صحبت‌های سردار سلامی رو ببین تو امام حسین، صحبت‌هایی که ما از آقای حاجی‌زاده دیدیم، تمام ایستگاه‌ها و پایگاه‌ها رو دیدیم، اوضاع احوالی که شما نگاه می‌کنی یعنی چی؟ تموم شده. اما یه چیز تموم نشده، عملیات روانی و شبکه نفوذ داخل ایرانشون بسیار فعاله. یعنی این نکته بسیار کلیدیه که باید فشار اقتصادی اینا دارن اجرا میکنن. دقیقاً. حالا من اینجا دیگه میخوام یه چیزایی رو بگم. من از مثال میزنم فقط یادتون نره، چون خیلی خوب دارین مستجم میرین جلو. الان کلا در مصرف انرژی همیشه ما از دورانی که درس می‌خوندیم این بود، کمترین مصرف انرژی در آبان و اردیبهشت. یعنی شما مثل ما دیگه یه پنجره رو باز می‌کنیم، پنجره رو می‌بندیم، کاری نمی‌کنیم. تو این فصل قطع برق این نمیتونه عادی باشه. معلوم نداره. ضمن که اگرم قرار قطعی برقم باشه، من اگه مسئول رئیس جمهور بودم به هیچ عنوان کارخونه رو قطع نمی‌کردم. قطع نمی‌کردم. زندگی نت به هم بزنی که با مردم مدارا می‌کنیم. یا آقا جون من شما اون هزینه‌ها ثابت بمونه، عیبی نداره عزیزان من، مخلص شما هستم، من خونم خودم خاموش میکنم، شما بعد از ظهر کار کنید. روز خانوما هستن دیگه، ماشین به لباسشویی نزن، جارو برقت نزن، فلان نکن، برق روشن نکن، یا یه چراغ روشن بذار، چراغ هم روشن، کولر روشن نکن. همه که خوزستان نیستن که گرم باشه که، درست اصلا اینطوری نیست. متو میان چیکار میکنن؟ اینو به هم میزنن، وحشت میدن به مردم، نگرانی درست میکنن، کارگر اونجا بیکار فوش میده اون کارفرما. بعد طرف آشناس داشت برای من توضیح میده، میگه ببین وقتی من دارم کوره مصر رو اینجا درست کردم، به چند درجه رسوندمش، با برق و فلان رسونده، داره ذوب شده، برق که میره و مصیبت من نمیشه. اول این بعد که جمع شد، حالا دوباره من باید 2-3 برابر هزینه کنم بتونم اینو دوباره ذوب کنم. اینو یعنی ذوب به چیزی که ذوب شده بسیار سخت‌تر، دشوارتره. بعد وقت مجبور میکنه میگه آقا مثلا باید بریم موتور خودتون موتور برق بخرید. مثلا من نمیدونم چی. بعد فلان آقازاده خبرش الان پخش شده، من دارم بررسی میکنم، اگه در بیارم علنی میکنم که رفته کلی موتور برق از چین وارد کرده.
اینا رو وقتی آدم میبینه بعد میگه که بس ببینید ساختار و مدل اداره حکمرانی کارآمد نیست. همینه که ترامپ اون کلمه رو به کار میبره. بله چیزی باید باشه دیگه، نباشه که نیست. نه اصلا من میخوام بگم یک اول کاری که ما داریم میکنیم و انقلاب چه این کارو کرد، حضرت امام این کارو کرد و این رو نشون داد که ساختار با نظام سیاسی دو تاست. در غرب هم میگم من تجربهشو دیدم دیگه، 6 ماه ایتالیا نه پارلمان داشت، نه نخست وزیر داشت و نه دولت داشت. 6 ماه سرچ کنید دیگه. 2 سال پیش خانم مرکل 110 روز نه بوندستاگ نه اون مجلس پارلمان ملیشون اونجا کار میکرد، فعال بود، تعطیل شد و نه دولت داشت. 110 روز تنها بود. 25% رشد آلمان بیشتر شد چون برق و سیفون و غیره کمتر زدن استفاده کردن. 4 ماه هیچ کی نبود. اصلا حرفا نیست. جامعه خودگردان خوش داره میچرخونه. ما که اینجا همه چی رو گیر میدیم. من همان اون نمایندم دیگه، هر جا میرم یه مسئله رو حل کنم نمیشه. یعنی یکی اینجا آقایی داره که نوکری داره، نوکر اون آقایی داره، آقای اون نوکری داره، اصلا این دستور میده، اون یکی میذاره تو کشو، اون در میره اون میذاره تو کشو، کاری عمل نمیشه. دیگه نمیخوام اینجا رو باز کنم. ببین من الان دارم میگم مسئولش هم دارم رو میکنم. به خاطر اینکه ساختار اصلا آمادگی نداره. پولا رو جمع کردی یارو همش دنبال هستش که آقا ماشین آمریکایی بیاد، نمیدونم. تازه اگه خیلی جالبه اینو باز بگم، بخوام بگم تحلیل گفتمانی نداریم مثلا تو این مسیر. آقای ترامپ هیچ کجا نمیگه من تحریما رو لغو میکنم. در پاسخ به آقای شمخانی چی گفت؟ در پاسخ به آقای شمخانی گفتش که من میخوام که تجارت ایران و آمریکا فعال شه. همین الان تجارت داریم مگه ما نداریم؟ بله. 40-50 میلیون دلار نه فرش و پسته مثل داره فروخته میشه میره و میاد. ولی گفت من میخوام تجارت راه بیفته. پاسخ آقای چیز رو من باز برگردم به نقطه اول که آمد گفت چی به ما گفت ما پیشنهاد شاخه زیتون دادیم. در پیشنهاد شاخه زیتون روشن کردن که آقا شما 3 سال میتونی چیکار کنی؟ بایستی کلا فعالیت هسته‌ایتون متوقف کنی. موقع کلا متوقف شه. بعد تو این 3 سال بازرسی های ما متمرکز میشه، فعال میشه در ایران که از جملهش بازرسی های آمریکایی هست تو حوزه هایی که هنوز واردش نشدن، چون نداشتن بمب هسته‌ای شامل یک توافق جامع است. یعنی اون ابجکتیو گارانتیه اینجا ابجکتیو گارانتی تضمین عینی در چارچوب همه حوزه هاست. یعنی شما نمیتونی یه قهرمانی هستی که پات هم باید ببنده، چون میتونی دستات بسته باشه ولی با پا بزنی. اینقدر زور داره طرف. میگه هم پای چپ تو، پای راست تو، دست راست تو، دست چپ و امکان رو بخوای با سر بزنی، سرت هم میبندم. اون موقع من میشم ابجکتیو گارانتی. لذا من میخوام بگم پاسخی که داد به آقای شمخانی بود که 3 سال. و من بعید نمیدونم خیلی باز به همینم بیام بگم بخوام دوباره یه عملیات روانی بکنم بگم 3 سال. بابا حتی اگه بگی 3 سالش برای مادام العمر بگو من دیگه هسته‌ای نمیخوام. خوبه؟ کل تحریم‌های ثانویه و اولیه و غیره و ذالک و همه اینا که گفتی FATF و همه رو بذار کنار با کل هسته‌ای. امکان نداره اینو بپذیرن. عرض کردم بعد میگه شما کی گفت برید باز دوباره با انصارالله؟ کی گفت برید مثلا ما دیگه اینش به شما ربطی نداره. کی گفت برید پهپاد بسازید؟ هم داره میگه پهپاد 60,000 40,000 دلاریش داره پهپاد چند میلیون دلاری ما رو میزنه. گفت 40 میلیون دلار برام فاکتور کردن جدیدتر اومده پایینتر گفتن این من میخوام 40,000 دلاری باشه نه 4 میلیون دلاری. ببخشید این پرتاب شدن به پیمان سعدآباد نیست که ما میگیم ما داوطلبانه تعلیق کردیم دیگه خواهند گفت دیگه ما داوطلبانه تعلیق کردیم بچه‌م لپتاپ پیدا میکنه مطالعات ادعایی شروع میشه دوباره علم. ببینید عرض من اینو من از کجا تو 2-3 تا برنامه گفتم. این رو من از در دوره‌ای که افغانستان بودم آقای مرحوم آصف محسنی که نفر متنفذ بود به نقل از آقای کرزای میگه آقای کرزای هم الان زنده است. آقای کرزای میگه وقتی که من آقای خاتمی آمد به کابل به ایشون گفتم شما که الان اینقدر خوب همکاری کردید
با آمریکا و آمریکایی‌ها الان حضورشون در افغانستان مرهون همکاری‌های شماست. بابا بذار من برم مسئله دیگه رو حل کنم. اصلا شما اینو آقای کرزایی به خاتمی گفت. آقای خاتمی در کابل در اتاق کار ایشون بوده، میگه به شما میدونی که من چقدر به شما ارادت دارم. اگه شما الان به من بگی کرزایی به سر استاد شو، یعنی بالانس بزن رو میز، من برات با بالانس بزنم رو میز. میگه من رفتم، گفت برو هر کاری می‌کنی. میگه من بلند شدم رفتم آقای جورج بوش رو دیدم. جورج بوش گفت ببین به من ربطی نداره، پرونده ایران دست خانم رایسه. میگفت رفتم پیش خانم رایس. رایس به نظر من یکی از معدود رجال سیاست خارجی امریکا بود. انصافاً بود. یعنی او بود که جورج بوش بی‌عقل رو او اداره میکرد. فوق‌العاده بود. اصلا قابل مقایسه با کلینتون و حتی آلبرایت هم نبود. آلبرایت یه ذره دانشگاهی تر صحبت میکرد، چیز داشت. رایس عملیاتی بود. این بسیار زن چیزی بود. رایس گفت ببین آقای کرزای، مسئله ما با ایران بم نیست که اگه ما مسئله‌مون بم بود خودمون بهش بم میدادیم. ما مسئله رو با بم حل میکردیم، بهش میدادیم، بهش هم بم میدیم. ما مسئله‌مون مسئله هویتیه. ما این حرفه خیلی زیبا میگه مسئله ما با اینها در حوزه‌های روی کردی است. ما هر کجا میریم ایران رو میبینیم اونجا، مثل یک روح سرگردان، و هر جا میریم با جریاناتی مواجه میشیم که حضور ما رو در واقع نفی میکنن. مشکل ما اینه که ایران با یک چنین روی کردی مخل حضور ماست در منطقه. خیلی زیبا میگه، نفهم اون کسی که نمیخواد اینا رو بفهمه. حرف آخر زده. و بحثش اینه که ما یا ایران بباید که ایران ویران شود. طرح اینه. الان هم دارن رو میکنن. میرشایمر چند روز پیش من یه مصاحبه تصویریشو دیدم، گفت برنامه آقای نتانیاهو و آقای ترامپ سوری سازی ایران، لیبی سازی ایرانه. پس این اصطلاح ذیل همون سوری سازی معنی تمامش ایناست. میگم من چیزی که رفتم دیدم با آقای حاجی زاده، تا زمانی که این ظرفیت هست هیچ غلطی نمیتونه بکنه آمریکا. اصلا پاش بیفته ایران باید بگه ما میخوایم بجنگیم، بیان جلو، مردم بیان جلو. که من یه بار عرض کردم تو جلسه گفتم آقا چتر هسته‌ای ایران رو بذاره چین، ما با آمریکا همین امروز میتونیم وارد جنگ شیم. ببین چیزی ازشون میمونه اینجا. تموم شد، مادرات به هم خورد دیگه. F-35 و نمیدونم کشتی‌های هواپیمابر نمیدونم مال جنگ جهانی دوم، همش اینا از کار افتاده. یمنی‌ها تو رادارشون F-35 پیدا کردن، بهشم شلیک کردن. اینه که فرار کردن. ممکنه رادار چینی باشه ولی به هر حال هست. امروز یه خبر دیدم میگفت این ناو هواپیمابر شما چه اسم خوبی داره؟ ترومن. میگفت تکچرخ زده، یعنی یه جوری شتاب گرفته از منطقه در رفت. گفتم دیگه برنمیگردم. اصلا ما شهباد و یه چیزای دیگه درست کردیم که اصلا ردخور نداره. یعنی هر کشتی که این از زیرش رد شد دو تیکه میشه. یعنی اون میگه شهردار داره دیگه، شهردارش میره اون ور، بخشدارش میره یه ور دیگه. یعنی چیزی به نام آمریکا دیگه نداریم که بخواد به ما کاری بکنه. حالا فقط یه نکته میمونه، مؤلفه‌های قدرت اقتصادی و بازی امریکاست که با تیم داخل ایران میتونه اثرگذار باشه روی ایران. ببین من میخوام دارم خبر میدم، از خودم تحلیل نمی کنم، میگم چیزی که دارم دیدم و اطلاع دارم. اینا میتوانن از این طریق در واقع ایران رو برسونن به نقطه جوش با عوامل داخلیش، کسانی که اساساً مانع از تعامل ما با روسیه و با چین هستن. که حالا قسمت پایانی رو ما باید روی این دوتا با هم صحبت کنیم. یعنی این ماجراست که اولیگارش های ما مثل اولیگارش های روسیان دیگه. روسان مثل ما همجور گرفتارن. یه گرفتاری که ما بازم من میگم با روسیه، اما روسیه هم تا زمانی که پوتین هست فعلا ما میتونیم سریع کاری رو انجام بدیم. اولیگارش ها قلقم شدن توی سیستم. نه بازم هستن. ببین سیستم یعنی اومدن سر خط، یعنی جمعشون کرد. توی چین اگه پیدا کنن حذف فیزیکی میکنن، تو روسیه حذف فیزیکی ندارن. یعنی اونا میگن فساد، اینجا میگن اولیگارش، چون اولیگارش ها همشون یه جور دزد چیزن دیگه،
راندخورن. راند هم یه دزد قانونیه دیگه، از خره قانونی استفاده میکنن، با روابط پشت پرده مافیایی میزنن میبرن، یا فهمیدی یه شبه طرف فامیل ماست، یا فهمیدی آو دیگه اصلا چی میگم اجاقشو با $100 روشن میکنه، گاز روشن نمیکنه، مشکل نیست براش، بریز خانمون زیر روشن شه دیگه. ببین اینجوری ان اولیگارشا، این خیلی چیز دارن. بعد خیلی همشون هم یافین جامهر هم داره، هم چپی هم میندازه، همه کار میکنه چون هنر دیگه ای نداره که، یعنی ریاکاری رو انجام میده، وطن فروشی هنرشه. آره دیگه، اصلا وطن جهانیه، مثل ماسونا فکر میکنه، ماسونه اصلا اینا فرقی با هم ندارن، اینا ذیل اون تفکر صهیونیستی هستن، جهان گلوبالیستن، ببین جهان وطنن. و به همین خاطر که الان بحثی که دارن میکنن ایران رو تو یه نقشه من دیدم دو تیکش کردن، شمال جنوبیش کردن، ببین رفتن اینجوری دارن کار میکنن. این وضعیتی که من دارم میبینم بسیار جای نگرانی است، چون در عین قدرتی، یعنی من مؤلفای قدرت که ملت میشن رأسش، همه چیز ملته، همه چیز مردمن و جهتگیری مردمه. شما 4 نفر که حالا از این وابسته ها و کارکنان اولیگارشا رو که میبینی که سگ بازن و نمیدونم سر وضع ناجور میان بیرون، اینا تعدادی نیستن. من میگم بحث از 90 میلیون جمعیته. شما از این 90 میلیون حتی 10 میلیون آدم بی ربط داشته باشی، باز نمیتونی بگی مشکلیه، که ما 10 میلیون نداریم، او 100,000 تا 200,000 تا 1 میلیون. من میخوام بگم بحث از 90 میلیون جمعیته، 90 میلیونی که عمده خانواده ها اینا بالاخره یا یک شهید یا یک مجروح و معلول و بالاخره کسایی که برای نظام کار کردن، برای این 2 میلیون کشته و زخمی با جمعیت 35 میلیون نفر. ببینید خیلی دیگه، الان میشه 6 میلیون نفر. نه من میخوام بگم این جامعه روی مثلا بحث من و تو و این و اون رو نمیگرده که، ولی بسیار مردم نجیب و خویشتنداری هم و استخون در گلو خار در چشمه. این رو باید برش حل بکنی. ما مشکل مدل اقتصادی نداریم. چرا من بحثم اینه، دائما من توی کمیسیونم دارم همینو میگم چرا شما میرید بحث از لغو تحریم بکنید؟ چه آقای شمخانیش که استراتژیک داره خطا میکنه، چی مذاکره کننده؟ برای چی میرید شما اونجا مردم رو خار میکنید بگید لغو تحریم؟ برای چی میرید با آمریکایی‌ها این صحبت میکنید که وقت ترامپ اینجور عربده بزنه؟ تو غلط کردی که بخوای برای ما سبک زندگی تعیین کنی. ما یه قدرتیم، ما تازه باید ببینیم تو خلیج فارس چیکار میکنی. من همیشه عرض کردم تو برنامه هست، برای ما هیچ مهم نیست تو اینجا رو گاوداری جنوب مال تو، ما کار نداریم به کسی که حوزه مقاومت حوزه ماست، شما حق ندارید اینجا بچرخید. این میشه معادل قدرت. کسی هم که میخواد آقایی کنه با گدایی نمیشه آقایی گرفت. آقایی رو به دست میاری، آقایی رو باید بفهمی. بالاخره کمربند صفر ببند، 1 سال بخور نون و تره، 1 عمر بخور نون و کره، آقایی تو بخور. ولی اصلا اینجا خبرها نیستش که خیلی چیز میکنن، خیلی از مخاطبان ندونن، اما سناتورها 51 جمهوری خواه سنا نامه نوشتن به ترامپ و گفتن که از لغو تحریم خبری نیست، ایران نباید مجال بدی، خلسلاش هم باید بکنی که هسته‌ای و موشکیش هم بگیری. یعنی عملا طرف گزینه خلسلا در دست رئیس جمهور نیست. رئیس جمهور میگه ما تجارت کنیم دیگه، یعنی من چیزی رو تو نخواهم داد. این امیلی که در امریکا ریاست جمهوری سیستم ریاستیه، ایران تقریبا ریاستیه، ولی ریاستش ولی روشن نیست، ولی اصلش ولی امره. این خیلی روشنه، ریاست به ولی امره. میتونه همین الان امشب بگه آقای پزشکان شما فردا ریلیز برو کنار، به هم راحتی، چون مشروعیت رأی رو او تایید میکنه. ما مشروعیت و مقبولیت با هم همجوشی پیدا میکنه، میشه پایه لجیتیمیسی و قانونیت. چون اینا وقتی میگیم مشروع تو غرب چیزی اینا شرع و غیر شرع ندارن که، مترادف قانونیت میشه مشروعیت در اونجا. در اینجا قانونیت ما که اونجا میگن مثلا قانونیت لجیتیمیسی، در اونجا مردم میان رأی میریزن که بازم باید تایید بشه، ولی حالا اونم یه فرآیندی دارن، اونم برای خودش شورای نگهبان دارن. حتی تو فرانسه هر کسی نمیتونه بره نماینده مجلس بشه، بعد یه سری رو انداختن بیرون، میذارن بیرون. ولی در مجموع حالا
در اینجا این مدل خیلی روشنیه و لذا امام جامعه که زبان مطالبه‌گر ملته. به چه زبانی من بهت بگم؟ ما اینو تفکیک نکردیم. ببین حضرت امام چرا اومد دوباره انقلاب رو به رأی گذاشت؟ چرا رفراندوم گذاشت؟ میتونست بگه تموم شد دیگه. میگفت همه چیز، میگفت مردمه، میگفت کاری نکنید که اسلام سیلی بخورد، که اگر سیلی خورد تا چند صد سال دیگه اسمی از اسلام نخواهد بود. امروز من دارم عرض میکنم انقلاب رو زخمی کردن، انقلاب رو برخی رو سینه‌اش نشستن. ببینید این کاری که تشخیص مصلحت کرد، واقعا من یکی دو روز راست شد حالم خوب نبود. این زخمی کردن ما خیلی غلیظ دارین میگین، یه ذره توضیح میدین؟ ببینید وقتی شما داری این حرکت انجام میدی بعد میگی با یه واژه میذاری تحت عنوانی که من بایستی این رو در واقع تحفظ بذارم روش، این دیگه سر کار گذاشتنه. من میگم نگاه شما چقدر ضعیف شده، چقدر پوزیتیویست شدید، چقدر به زندگی در این شکلش عادت کردید که فکر میکنید میتونید اینجا حکمرانی کنید. میانگین سنشون 80 ولی 80 اصلا کار ندارم. من میگم هر چی که هستیم، من بحثم این هستش که وظیفه حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی این است که حکومت رو به مردم واگذار میکرد. ببین ما همه بحثم اینه دیگه، ما هر چقدر نگاه میکنیم داریم حکومت اون شاخه برگدارتر میشه، در حالی که در مدلی که ما در قانون اساسی و آرمانهای قرآنی داریم، فهمی که من پیدا کردم از این ماجرا در سیره علوی، همه چیز رو میده به مردم. شب که نشده علی بیت المال رو توزیع میکرد، میگفت ببین چیز دیگه ندارم این خاکاشم برداریم بده، خاکه چیزی نیست. فردا علی حاکم بر مردم نبود، امام جامعه بود، ولی امر جامعه بود. جامعه باید بره به سمت خویش‌فرمایی. از که الان همه 60 میلیون نفر منتظر $4 ماهانه کمک یارانه هستن. این یعنی چی؟ ببین این فاجعه است دیگه. من میگم شما باید برای بهداشت مردم، برای نمیدونم آموزش مردم اینا رو آزاد میکردی، میدادی به مردم، باید اقتصاد رو میدادی به مردم، بدی به مردم. بعد اینا میگه خب اگه ما این رو دادیم به مردم ما اینجا چیکاره؟ مثل مسجد شاه و آفتابدارش میشه دیگه، خودشون بردارن برن بیان که وقت من اینجا چیکارم؟ تو هیچ کاره ای. و تحت عنوان مثلا فرض کن اصل 44 که نه خودش یه مصیبتی شد از دوره آقای هاشمی، این برای ما مصیبت درست کرد. بیت المال رو دادیم رفت پی کارش، داریم همین کارو میکنیم، بعد تبدیل میکنیم به این که از این محل بفروشیم بدیم به 4 تا گردن کلفتی که هیچ ریشه‌شون هم معلوم نیست اینا کی هستن، و بعد بریم بکنیم هزینه جاری. الان هزینه جاری ما دیگه چیزی برای کار عمرانی نمیذاره. ببینید یه نکته خیلی جالب بگم دیگه، این تایید نظر بنده است که نظر من نیست، من فهمم از قرآن و از انقلاب بعد از 46 سال اینه. آقای آمار داره میده، آقای رئیس جمهور دیروز در اون سفری که رفته بود گلستان به کرمانشاه رفت، گفت 150 میلیارد دلار طبق آماری که به من دارن میدن ما داریم سوبسید انرژی میدیم، بنزین، گاز، گازوئیل و برق. 150 میلیارد دلار. نفت و اینام داریم. افغانستان کلش که رفت کرزای فروخت افغانستان رو به آمریکایی‌ها طبق توافقنامه استراتژیک، خب کلا فروخت به سالانه 6 میلیارد دلار. 3 میلیارد از گمرکات جمع میکرد، 6 میلیارد دلار قرار بود آمریکایی‌ها بدن به دولت. یعنی با 9 میلیارد دلار افغانستان که نصف جمعیت ایران جمعیت داشت و داره، با اون همه بازم ذخایر، همون 6 میلیارد هم آمریکایی‌ها ندادن، 1-2 میلیارد دادن، باقیشو گفتن ما داریم خودمون هزینه میکنیم، همون کاری که برای عربا دارن میکنن. گفت امنیت شما دست ماست. تأخیر کرد اینا رو، شرافتشون رو، عربیتشون رو، همه چی رو گذاشت زیر پا ترامپ. گفت ما نباشیم شما نیستید. کی گفته شما نیستید؟ ما اینا نیستن، ما کاری با اینا نداریم، ما چیزی از اینا نمیخوایم. میخوام بگم اینا صهیونیستن که وابستن به اون که میخوان طرح آبراهام ببرن جلو. 150 میلیارد دلار داریم یارانه میدیم، بی خود کردی داریم میدی آقای رئیس جمهور، بده به مردم. گردن کلفتا میدم؟ نه اصلا بده به مردم، به گردن همه، چه گردن کلفت چه گردن نازک، مثل کاری که همه ایجاد کرد، همه یکسان بگیرن. بعد تو برو بگو بده در راه خدا من کار کنم.
15 میلیارد دلار برآورد کردن که در واقع مواد غذایی نهایی رو ما داریم حفظ میکنیم و بین میبریم در ایران. سالانه 15 میلیارد دلار. 20% تا 15 تا 20% ما اتلاف مواد کشاورزی داریم، تولیدات کشاورزی مونه در برداشت و تا برسه به مصرف نهایی در زنجیره. یعنی وقتی نگاه میکنی سالانه چیزی دور و بر 200 میلیارد دلار 180 میلیارد دلار داره اینجوری از بین میره. فعلا چیزی که برآورد اعلام کردن 10 میلیون تن، بله شاید این داره پایین‌تر اومد، راجع به تولید طلا بود. سالانه چیزی دور و بر فکر میکنم 1 میلیون تن یا 1 میلیون کیلوگرم، 1 میلیون کیلوگرم ما الان طلا داریم استحصال میکنیم. ببین چقدر قشنگ میتونه بیاد بشه پشتوانه پول ملی، جایی نره خرج بشه دیگه. و بعد شما از مردم میگیری، بعد میدونی که وقتی شما اومدی این 180 میلیارد دلار رو دادی به مردم، سلف هم نفتی هم بدی به مردم، باز رقمی که مردم گیرشون میاد هر یه نفر ببین چقدر میشه در سال. بعد شما دلت میخواد همه رو برو پیتزا بخور، یا همه رو برو چراغونی کن، یا برو دم پختک بخور با ترشی، نون و پنیر با گردو، یه چراغ هم روشن بذار، ببر وارد فعالیت شخصی بکن، کار زنجیره تولید بکن. ببین چقدر وضعیت فرق میکنه. هیچ کجای دنیا این اتفاق نیفتاده، این فقط در فرهنگ علوی اتفاق میفته. چون انفال توش وجود داره، انفال رو داره، پشتوانت میدی به مردم و بعد چیکار میکنی؟ تازه زمین هم توزیع میکنی. هر کسی که ازدواج کرده بهش که زمین بده، یا نام سازه بده بهش، میره سازه دیگه کار میکنه. من تجربهشو توی ده معدن توی نیشابور دیدم. یه ده کل مردم با یه معدن که دستشونه، همه خوشبخت دارن زندگی میکنن. برید ببینم، مردم برم ببینم. من رفتم دیدم دیگه، نزدیک فیلم برداری هم کردم، گزارش هم دادم به دفتر آقا. گفتم ببین یه دونه معدن، اونم با برداشت محدود، همینجوری نیست که بمب بذارم بتره کنن، دارن دونه دونه از جوان گرفته تا پیرزن 60-80 ساله دارن کار میکنن همشون. هیچ هزینه‌ای هم به شهرداری نداره. تیر چراغ برق هم خودشون گشتن، مدرسه رو خودشون میذارن، هر چی که بگی خودشون درست کردن، جاده رو خودشون اسفالت کردن، همه خوشحالن. هر کی هم ازدواج میکنه فردا صبح یه ماشین میره اونجا کلوخه در خونه‌اش به عنوان هدیه خالی میکنن و میرن، میگه اینم پشتوانه کارات. ببین چه این تازه یه دونه ده. این کشور رو اگه ما مدل کنیم، وقت میره تو آمریکا قیام میشه، انقلاب میشه. آمریکایی‌ها از این تفکر میگرانن. مثلا حرف رایس به این نگاه میگرده. آره رایس اینو میگه اینا هنوز ما اینا رو 8 سال گرفتار کردیم و تو جنگ تو غیره و ذالک به اینجا رسوندن کارو. ما امروز تو لبه علمی. من در انرژی هسته‌ای دیدم چه کارهای ویژه‌ای میشه کرد. اصلا خودمون نمیدونیم که چه قابلیتایی رو ما به دست آوردیم. ولی این نخی توش نیست. حالا نکته‌ای که من دارم که زمان از دست نره من چیز نکنم، حرف زیاده تو ذهن من که باید بگم. یکی از بحثایی که داریم این بحث توافق همکاری جامعه راهبردی بین ایران و روسیه توی 20 ساله. من اینم تصویب نشد، پوتین داره میاد و اومد به کمیسیون لایحه رو اکراه نمیخواستن بدن. آره مجبور شدن. برای همین من میگم من برای ترامپ دعا میکنم، چون میدونم ایران ظرفیتایی داره که میسته، این نیست که بیاد بخوره زمین. و اگر این ترامپ نمی اومده، این فشارا نیاد، ایران یواش یواش دیگه اسفالت میکرد، انقلابو میرفت. چیزی به نام اسلام دیگه اسلام سیاسی نبود. انقلاب این اسلام سیاسی دیگه. بله ما اسلام همیشه خواهیم بوده و باید هم خواهد بود. مثل همین آقایونی که در گذشتم بودن، الباتی میکرد، شب دهنشو آب میکشید، میگفت نماز بخون. ببین اصلا تصورش از آخرت و دنیا اینجوریه. دنیا هر غلطی خواست میکنه، نزول هم میخوره، شراب هم میخوره، فلان، آخرت هم مثلا همین جودا یهودیه. دیدی هر کاری میکنن، جنایتی میکنن، میگن بعد ما هستیم. یه خیلی جالبه، خیلی اشتراک میبینم تو این. آره اینا که دین و سیاست از هم جدا میبینن، با یهودی خیلی تفکر و فقهشون به هم نزدیکه. و حالا من اینو که دیدم این لایحه رو
بعد گفتم خدایا اینا با چه توجیهی هی دارن چوب میکنن لاچرخ روابط ما با روسیه. من قبول دارم روسیه هم گرفتاره، ولی قرار نیست که من نگاه کنم مثلا من تاریخ خوندم دیگه، با دوره فرض بفرمایید قاجار فرق میکنه، فتحعلی شاه و بعد نمیدونم پسرش عباس میرزا و اون وضعیت و موقعیت روسا و تفکری که تزارا داشتند و بعد انگلیسا و چی اینه. خب اون یه مقوله است. شما الان اومدی اینجا داری چیکار میکنی؟ میبینی که این در این موادی که 40 خورده بند درست کردن کاملا متوازن، یه همکاری دقیقاً، یه قدرت ایران یه قدرت روسیه است. کیریه ترکمنچای یک مدل متوازن رسیدیم، اینجوری نگاه نمی‌کنن. اصلا میگم ترکمنچای یعنی بده بره، همکاری که دارن با ترامپ میکنن. ببین توافق با ترامپ ترکمنچاست. ببین یه توافق الان دارن تفکر قاجاری در حکومت ایران فشار میاره که بره زیر بار ترکمنچای و گلستان ترامپ. این ور من دارم نگاه میکنم میبینم میگه که آقا هر استان با هم کار کنن، هم افزایی داشته باشن، با هم دیگه مبادلات داشتن. در اوراسیا مثلا تعرفه واردات کالاهای ایرانی 0. خب بابا کجا اینا رو به شما توی اونجا گفتن؟ داره میگه همکاری‌های ما این گونه باشه در حوزه امنیتی، در حوزه سیاسی، در حوزه اقتصادی، در حوزه تکنولوژیکی. ایران و روسیه دو اقتصاد مکملن، هم به دلیل تفاوت‌های عمیق جغرافیایی که اینا 8 ماه از سال 7 ماه از سال تو سرمان، یعنی اینا وقتی میخوان واگوشکا بخورن نیاز به کلم ما دارن، نیاز به گوجه ما دارن. ببین چی میخوام بگم، گازش میخواد بده بره، باید الان که بسته شده باید از سمت ما بده بره، سواب گازمون رو انجام بدیم. میتونیم این 40 میلیون تن گندمش رو غلاتی که داره تولید میکنه که شاید گیر بیفته تو دریای سیاه، تو بالتیک، غیر و ذالک، میتونه چیکار کنه؟ بیاد از طریق ایران بره. ما و روسا و یا خودمون میتونیم بخشی از این غلات رو فراوری کنیم بدیم بره به آسیای میانه به شکل ماکارونی. میدونید که ما مهمترین بازار ماکارونیمون تو این منطقه است. ما سالی 100 میلیون دلار حدوداً داریم به عراق میتونیم. به یکی از آقایون داشتیم که حالا شاید کمتر بیشتر میگم ما داریم خیارشور میفرستیم. یعنی همدان الان پایگاه صادرات خیارشور به عراقه. درست. ببین وقتی ما میگم این میتونه یه دفعه فعال بشیم مثل اون ده معدن، این توافق نامه رو میگم خب چه بیاریم بدین لایحه رو مردم بخونن دیگه. اصلا قابل چیز نیست، فقط مصوب میشه، تغییرات توش نیست. من بند به بند این همه رو خوندم، گفتم این چه شکلی داره، نه به ترکمنچای، نه به چیز، نه سیلیه، مثلا این چیز نسیه داره به ما، وعده نسیه نیست. درست که ترامپ داره با شما بازی میکنه، اون تهدید میکنه، تهدید، بازی شرطی، فلان بهمان. بعدم من بارها گفتم داره زمان میخره. بعد حالا میاد اینجا میگه من با شما حاضرم تجارت بکنم در بدل این یه آبی بره. میگه ایرانی‌ها دارن میمیرن، بی برقی داره اینا رو از بین میبره، اینا همشون گشنه و مفلسن. من گفتم خدایا من بنگلادش هم اینجوری ندیدم کسی توصیف بکنه. یعنی ایران واقعا بنگلادش شده؟ چی داری میگی تو؟ که سردار سلامی گفت بلند شو تهران رو ببین، بیا ایران رو ببین. منم که گفتم بیت کافه بلند شو اینجا، مشکل نداره. اون خانومه رو بگو یه روسر سرش کنه، یه دوست دختر داره دیدی همه جا پشتش میگرده. آره ما بیت کافه انرژی بهش میده. خب با اون بخواد یه روسر سرش کنه اینجا بگه ما به تو کاری نداریم که شرور نرو بشین بگو. من به آقایون تیم مذاکره کننده هشدار دادم، یعنی انتقاد کردم. چرا خفه از این دیپلماسی رسانه‌ای؟ چرا ساکتید شما؟ آقا ما در اینجا اتفاقا تفکر انقلاب، تفکر قرآنی شفافیته. ما اساساً باید پرچم شفافیت جهانی رو ما بلند کنیم. اولیگارشا نذاشتن تا الان. چرا ما رو باید متهم بکنن به عدم شفافیت که FATF رو بره امضا کنیم؟ ما همه چی مشفاف. چرا از انصارالله دفاع نمی‌کنید؟ چرا انتقاد نمی‌کنید از این مسئله؟ اینا رو جهانی کنید. حزب الله رو بگید. سوریه رو میگه برید یاد بگیرید. ما با سوریه تحریما رو برداشتیم. ایران میخواد بشه سوریه. یه تروریست رو بردی گوشتی اونجا سوریه رو که کردی بیابون بدبخت که تو چیش میخواد تحریم بکنی، پول نداری بیاد حتی کالا بخره که تو باید بهش هبه کنی که
ایران میگم 15 میلیارد دلار فقط اتلاف مواد غذایی دارن، چیزی که میسن بخورن نشون تو آشغالدونی. 2 برابر هزینه نظامی کشور. 15 میلیارد دلار. من عرضم اینه حکمرانی غلطه، شیوه حکمرانی درست کنید و بیاد شفاف باشید. ما به ایشون گفتم، به آقایونی که اومدن توی 4 دفعه اومدن تو کمیسیون، گفتم چرا میرید میگید ما رو میخوایم در بدل لغو تحریم ها با شما معامله کنیم؟ شما حق معامله ندارید. ما باید بگید ما نگرانیم مثل شما میگید نگرانیتون، میگید منم نگرانیمو باید بگم. شما چه تضمینی میدی برای رفع نگرانی ها، برای کاهش تنش؟ ما نگرانیم نه برای خودمون، برای کل منطقه. شما سوریه رو نابود کردی، شما به مردم یمن ظلم کردید، به شکست خوردید ولی داری ظلم میکنید. من کار ندارم شکست خوردن، دارن شکست میخورن، اما داری ظلم میکنید. شما به غزه ظلم کردید. اینا شیعه نیستن، سنی هستن. ما هر کجایی که مستضعفی در اونجا باشه طبق قانون اساسی کنارش خواهیم بود. من موندم آقای مجمع تشریق مصلحت، تو اینو با چه چیزی شب میره پیش وجدانت میتونی چیز کنی، توجیه کنی؟ زمین که پذیرفته نخواهد شد که تو فقط امضا کردی میگن اینجوریه ولا غیر. اصلا این گزاره بدی میده. ما در موضوع عراق بگیم، ما اصلا اطلاع رسانی بکنیم از خودمون و دیگران. شفافیت نجات بخش ماست. ما نیازی نداریم که بخوایم پنهان کاری کنیم، اما اگه مردم رو آوردی تو صحنه دیگه پنهان کاری نمی‌کنی که. بعد وقت رسانه اونجا خاموشه، ویتکاف هر چی میخواد میگه، روبیا هر چی میخواد میگه، بعد اینجا میگم یه نفر نداشته اونجا کنارتون بره مصاحبه کنه با مردم، با خبرنگارای اروپایی و غربی و عمانی و غیره. بعدم اینا الان هر چی میشه میگن که این کسی که واسطه است میره میاد، هیچ چیزی رو به ما میگه یا نمیگه. خب معلومه مذاکره این مدلی هم خودش کمدی میشه دیگه، که الان اون داره میگه آقا ما پیشنهاد شاخه زیتون رو دادیم تسلیم کردیم، اینو میگه ما نگرفتیم. میخوام بگم این پارادوکس رو شما از بین ببر. ما اومده بودیم که طرح نو در جهان در اندازیم. ما مخاطبمون عامه، مخاطبمون جهان اسلام، مخاطبمون جهان بشریت، مخاطب ما آمریکای لاتینه، مخاطب ما آفریقاست. من تو نیجر دیدم چه ظلمی به اینا میکردن، مردم ارزن میخوردن زیر سایه آمریکایی ها و زیر سایه فرانسوی ها. 2 تا پایگاه گردن کلفت داشتن اورانیوم اونجا استخراج میکردن. بعد آقای چیز میگه شما گاز دارید که یاد رئیس کمیسیون مجلس ششم افتادم که دائم هفته همین رو میگه ما که این همه انرژی داریم، ما چه نیازی به هسته‌ای داریم؟ دقیقاً اراجیفی رو که اونا میگن اینجا اینا پژواک میدن. بعد عربستان چه انرژی هسته‌ای بعد میگن کنسرسیوم بزنید. این واژه کنسرسیوم کی در آورد؟ ببین کنسرسیوم، بله ما حاضریم که خودمون آقایی رو داریم، اراده رو داریم، یه کنسرسیوم هم با سعودی میزنیم، بهشون یاد میدیم چجوری غنی سازی کنن، شفاف زیر نظر بازرسان آژانس. ما که از اول همیشه گفتیم این جهان بایستی بره به سمت استفاده از انرژی های نو، از جمله انرژی هستی. شمایید که دارید دوگانه بازی میکنید. ببین ما این پرچم ما بلند کردیم، ایستادیم، ولی ببین اصلا از کجا رسیدیم به کجا؟ که لازم متهم میشیم، محکوم میشیم، داریم در جایگاه متهم میشینیم که خودمون رو این واژه اعتماد سازی رو من نمیدونم این آقای عراقچی که مربوط به تیم گذشته است چرا نمیخواد بذاره کنار. دائم داره میاد میگه همین واژه زشت و بی ربط رو میگه. بابا خودشون دارن میگن هر چیزی از جمله سر از مسیر قدرت چیزی به نام اعتماد و عدم اعتماد نمیشناسه جز ابجکتیو گارانتی، جز موقعی که زانوشو گذاشته بشه روی سینه و قلب و گردن شما. این قدرته و جز بازدارندگی ادبیات دیگه رو نمیفهمه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. این که روشنه که چرا باور به ولی امرمون نداریم، چرا باور به مولامون حضرت حق نداریم، چرا اعتماد نمی‌کنیم به خدا. آب او میده، باد او میفرسته، غذا رو او میده، فرصت او داره میده، همه چیز دست اوست. ولی میخوام بریم به امریکایی اعتماد کنیم، آدمی که همه وجودش نکبته، همه وجودش فساده. چطور دارید این کارو؟ ما باید مخاطبمون داخل آمریکا بگیم، باید رسانه‌مون رو قوی کنیم. زینب وار، حضرت زینب اگر نمی بود اثری از امام حسین نبود. حرکت حسین رو زینب بیمه کرد. چرا این که یه درس بزرگ تاریخی است عزیزان من.
حالا من آخرین فرازمو بگم و واقعا من برای حضرت آقا ناراحتم. یعنی ایشون دروغ نفرمودن، خطا خلاف نفرمودن که آقا بی‌شرافتیه. رفتن سر میز با یه آدم الوات عرق خورم بی‌شرافتیه. ما اصلا نباید اون رو تحویل بگیریم. اول باید خودش رو ثابت کنه، پاک کنه، غسل کنه، بعداً به جلو ما بشینه. ببین ما دخواه میگم ببین اگه باور اعتقادی داشته باشیم این کارو نمی‌کنیم. و بعد من نمیدونم این حلقه های مشاوره‌ای چه جور فشار میارن روی ایشون. دقیقاً مثل علی ابن ابی طالب. ببین ایشون میراثدار انقلابه. حضرت امام تا زمانی هم که بودن بالاخره همه ابعاد رو با هم جمع کردن، تحویل دادن. از اون زمان تا الان میبینیم این شبکه همینجور رشد کرده و فشار فشار فشار، که بحث برجام هم ناشی از فشار بود. ایشون مخالف بود، از تا آخر هم مخالف بود. چقدر فشار آوردن؟ همین الان دارن فشار میارن که آقا داره کشور قیام میشه، صعود میکنه، آی آب نیست، آی برق نیست، آی نمیدونم چی نمیشه. دائم دارن جام زهر میخوان بدن. این توافق با آمریکا جام زهر به حضرت آقاست. این دیگه بدترین حالتشو داریم میبینیم. من دارم میبینم دیگه. من به عنوان یک انقلابی، به عنوان کسی که سرباز ولایت خدا میده، به عنوان شیعه مرتضی علی و به عنوان کسی که یک لحظه دامن ولایت رها نکردن، زدن، اما میگم خونه نشینیم به خاطر همین حرفام بوده. الان هم شاید خیلی خوشون نمیاد بگن مجلس بندازیمش بیرون. من افتخار میکنم من از مجلس بندازم بیرون. تعارف ندارم با کسی که من که آخرتم نمیدونم رو صندلی مجلس بدم که. من بحث همینه. اینا مشکل آخرت گرایی دارن. اگه مرگ اندیش باشن و اگر آخرت اندیش باشن این غلطو نمیکنن. آقا نباید احساس بکنه تنهاست. من نظرم اینه اینا درسای خوبی بوده تو این جنبندی. ما الان توی اون پیک تاریخی هستیم، به ویژه شخص ایشون که ایشون در واقع باید ببینیم دیگه در چه وضعیتی این ساختار رو میخوان بالاخره جنبندی کنن. الان در موقع جنبندی ایشونه. من جنبندی رو باز کلی دارم میگم دیگه نمیخوام باز کنم. ببین من دارم میگم من دارم حرفای شاید یه ذره خطرناک میزنم، ولی وظیفه‌مه چون نگرانم. روزی لحظه ای نیست که من ذهنم رها باشه. من اگر جای ایشون بودم واقعا یک اقدام انقلابی میکردم، حداقل روی این حلقه های نزدیک به خودم تو مشورت. ما تو این مدت اتفاقاتی افتاد. پتانسیل های ما جهانیه. ما ابرقدرت جهان هستیم در حوزه نرم. ما امروز باید بین یک جانبه گرایی و چند جانبه گرایی انتخاب کنیم. یک جانبه گرایی کسانی انتخاب میکنن که اینا نفوذی و وابسته به شبکه صهیونیست و ماسونن. اینها عناصر غربی هستن در داخل. کسی که میخواد یک جانبه گرایی رو نجات بده. ایران کلید شکست و پیروزی آمریکاست. نجات بده. ببین اونا دقیقاً دارن با ما پاتیناژ زوجی انجام میدن. همش حساب کتاب داره. من اینا رو اون موقع سال 80 متوجه شدیم، ما رو ریختن بیرون. هشدار دادیم. 82 توافقنامه سعدآباد اینو نشون داد. دوباره ادامه دادن. رسوندن به کجا؟ رسوندن به 92. تو 92 هم دوباره همین کارو کردن، ما رو ریختن بیرون. باز فهمیدن که چیه. الان هم دارن میگن دارن همین بلا رو سر کشور میارن. ما در اوج قدرتیم. ما ملت سلحشور داریم. ما مورد عنایت و لطف حضرت حقیم. تمام این اتفاقات رو میبینید داره حضرت حق داره اراده میکنه و کمک میکنه. ما نباید اینجور بی‌اعتماد باشیم به وعده الهی، به یه پشتیبانی الهی. من اگه جای حضرت آقا بودم هم یه تجدید نظر جدی میکردم راجع همه این قصه ها و از اون بالاتر نظرمو دارم میکنم. اینجا چیزی نیست. خودم رأساً میرفتم یه سری مستقیم میرفتم در پکن مسئله رو یه سره میکردم، یه سره میزدم مسکو میادم تهران. اولین سفر خارجی ایشون میشه. این میشه اتمی میشه. یعنی
این نقطه عطف میشه برای ظهور و بروز جهان چند قطبی. یعنی ما اعلام کنن این اعلام باید بشه. یعنی ما ایشون اگر این حرکت رو انجام بده تمومه. ببین شخصیتش من خیلی روش مطالعه کردم. ما با چین رابطمون حتی از روسیه مطمئن‌تر میتونه باشه. چرا؟ چون روسیه 60% 70% جمعیتش سمت غربن. این 16 میلیون کیلومترش اینور وله. غرب‌ها که بهشون میگن گروه روبایی ها همشون شبیه پوتینن. شرقی‌ها رو بهشون میگن خرسی‌ها، شبیه خرسن، صورتشون بزرگ و کله بزرگ و اینا. 21 چیز جمهوری دارن. اولیگارشا پیوند با غرب رو و به ویژه یهودی‌های روس که اونا خیلی شبکه‌های صهیونیستی روسی بیشتر خیلی قوی‌ان و اونها میتونن همواره حتی میتونن پوتین رو ترور کنن. پوتین و کلاً روسی شکنندگیش خیلی بالاتره. همین الان شما نگاه میکنید دائما اتفاقاتی میفته. پریگوژین چجوری از بین رفت؟ دیدید چه میخوام بگم؟ چند بار ترور شدن فرماندهان. اصلا اتفاقات زیادی افتاد دیگه. الان یه فرمانده نیروی زمینیشون هم باز عوض کردن. و یه سری کارا دارن انجام میشه. این ترورایی که داخل روسیه اتفاق افتاد. در مجموع میخوام بگم چین منسجم‌تره. ما تاریخ چند هزار ساله روابط با چین رو داریم. عرض کردم که زمانی ادبیات فارسی در دربار چین به عنوان ادبیات دربار بود. کلی کتیبه و نوشته. چی میخوام بگم؟ یعنی شما حتی در خاطرات مارکوپولو هم که میخونی میگه من موسیقی های ایرانی رو اونجا میشنیدم. جاده ابریشم رو داشتیم. منسجمن در چین نه فراماسونری و نه یهود اونجا نفوذ نداره. تنها نقطه از کره زمینه که شما کمترین نفوذ اونجا میبینید و یه شخصیتی داریم کاملا ذوب در واقع چین قدرتمند به نام آقای شی جین پینگ. شی آدم بسیار بسیار قابل اعتمادتریه، یعنی دورنماش بهتره. شما الان میبینید دیگه هنگ کنگ رو او آزاد کرد، ماکائو رو آزاد کرد، حتی تایوان رو هم میگیره. یعنی وقتی من کلیت این رو، چون من دیدم کارشناس این حوزه هم بودم، خب از زمان انقلاب بیوه ماو و اون بزنا و بعد که اومدیم جلو و آره، یعنی وقتی شما چین من نزدیک رفتم دیدم، ولی امروز این چین همون چینیه که آقای ترامپ مجبور شد غلط کردم رو اعلام کنه و آمد تعرفه 125 درصدی رو 140 درصدی شو کرد، دوباره اومد در کرد 10%. من عرضم اینه تو چطور میخوای بری آشغالای آمریکا رو ورداری بیاری اینجا به قیمت از دست دادن انقلاب همه که دنبالشن، اما چینی که داره کالای مورد نیاز غرب رو تامین میکنه و حاضر نیستی بره راحت ازش بگیری، چون که برای ما آورده امنیتی داره. تنها کسی که میتونه این معضل تاریخی در ایران رو برای همیشه حل کنه حضرت آقاست و اگر نکنیم آقا مجبور هستن که اینا میکنن اون کاری که نباید بکنن. چه کنیم آقا؟ اینجوری میگن دفع افسد به فاسد است دیگه، بالاخره مجبور شدیم این کار رو انجام بدیم. این شعر برای که تاریخی میگن امروز اینجوری نیست، ما ایران مجبور نیست. ایران در زمان به حضرت امام هم این ضربه رو زدن، عملیات مرصاد که شد امام کمرش شکست، دروغ گفتن، نذاشتن هم باز بشه. مردم تمام قد پشت حضرت آقا، پشت حضرت امام بودن. من می‌خواستم بپرسم شما وارد شدین اگر خود آقا شخصا بره چین و مثلا مسکو حل میشه اعلام کنه، این داخل استحقاق دیوان سالاری چی میشه؟ اصلا این عددی نیستن، همش دیگه شب میذاریم کنار. دیوان سالار کیه؟ بعد میگه تمام این چند میلیون 2 میلیون کارمندی که داریم نوازه بالله همش مگه ضد انقلابه؟ نه یه حلقه رو جمعشون میکنیم اینا رو آچمز میشن همشون. ببین تو این چند وقت شما برید قشنگ یه کار تحقیقاتی دیگه، برید تو همین مدت 3 ماه چه فیلم و بازیای اومده، چه جور فضا سازی کردن، چه جور بازار رو متاثر کردن، چه جور جامعه رو منفعل نگه داشتن. یعنی دولت مردم هم با آمریکا درگیرن هم با دیوان سالاری کشور داره، اصلا همیشه داخله. بعد شما تحلیل محتوا کن، آقای رئیس جمهور 2000 گفتمان داره، اصلا شما تو
در مباحث کلان ملی که اقتصاد ملی باشه، فرهنگ ملی باشه، اصلا شما پرسپکتیوی میبینی، حرفی داری میشنوی، کمک کنن چیکار کنن. دم دستی ترین وضعیت ما داریم. با این بضاعت شما به جای نمیرسی. فقط کسی که میتونه این معضل رو برای کشور توی این مقطع سوپر حساس حل و فصل کنه حضرت آقا فرماندهیشو که در حوزه نظامی نشون داد دیگه. ایشون هم امام جامعه است، ولی امره، هم کارگزاره. در بحث فرماندهی کارگزاری کرده دیگه، کارنامه‌اش روشنه. من میگم رفتم دیدم دیگه، تا حالا چند جا رفتم دیدم، من وزارت دفاع رفتم دیدم، سردار نصیرزاده، واقعا سردار موسوی، سردار باقری رو من اینا رفتم جلسه داشتیم دیدم، افتخار میکنم به اینا. نصیرزاده واقعا عالیه، شاهکار ایشون، من هیچ هرگز تعریف نمیکنم. چرا این آدم خیلی فریخته عالی. یعنی یک ایرانی به ما هو ایرانی مسلمان با ژن هخامنشی خون حسینی، همه چی رو داره دیگه. من سردار ایرانی رو دیدم افتخار میکنم به قرآن حسین. یعنی من اصلا نه پسر خالمه نه چیزی رابطه خاصی دارم. من ایشون رو یه دو روزی که اونجا مهمونشون بودم، مدیریتش رو، اقتدارش رو، تحلیلش رو، برنامه‌اش رو افتخار میکنم من. یعنی ما این همه افتخارات جمع شده دور حضرت آقا، بعد نگاه تو حوزه سیاسی این کیا دارن خط میدن که آقا پزشکیان میگن منو رد کرده بودن برای مجلس، یا منو کردن رئیس شد. خب کی بده اینو میره مشورت میده؟ اینو یه ذره باز کنم چون مهمه. فرمودید فرماندهان لایق، سیاسی رو مشاوران نالایق. الان در دنیا آمریکا در هند هم شکست خورد، در روسیه اوکراین شکست خورد، در یمن شکست خورد. چون تمام فرماندهاش نالایقن، دیپلماتش هم که همه نالایق بودن، همه رو گرفتن دیگه. یعنی وقتی تو نظامی قوی‌تر رو چی می‌ترسی؟ نمی‌ترسی چیه؟ من می‌خوام بگم باید یه بازنگری ساختاری بشه. نظام یعنی ملت جهتگیریشون به نمایندگی امام جامعه که زبان مطالبه گریشون، همین. این اسمش نظام سیاسیه. میخواد دولت باشه یا نباشه، مجلس درشو ببند، اتفاق نمیفته. من توش هم دیگه من الان نقد دارم به مجلس، نقد جدی. حالا یه برنامه من میگم اینا رو، مثلا چیز نداره. طالبان از سپاه اومده، چرا نقش ایفا نمیکنه دیگه؟ وقتی که شما ببین هیچ ما اوبر اون نفسی، هیچ کسی گارانتی که نداره که زید که تغییر بکنه خیلی زود تغییر میکنه. حالا ما به اون وارد نمیشیم. من الان بحثم اینه که حضرت آقا تا همین الانم کشور رو نگه داشته الحمدلله با نیروهای بسیار بسیار درخور احترام، باعث اعتماد، باعث افتخار. من واقعا افتخار میکنم به عنوان ایرانی. ولی من میخوام بگم سهم ما و حق ما این وضعیت نیست. این رو حضرت آقا میتونه ببنده و اجازه نده که این نامردی دوباره تکرار بشه، مثل برجام بشه. ما دیر به جنبیم، اینا دارن زمان میخرن برای به هم ریختگی منطقه و ما ژئوپلیتیک رو میخوام به هم بزنن. ما باید ابتکار عمل دست بگیریم و سریعتر این در واقع میخمون رو بکوبیم و تموم کنیم کارو. ما الان در اوج قدرتیم، ما ابرقدرت نرم جهان هستیم و ازش خبری نیست. این که شکست‌های آمریکا در دیپلماسی دولت منعکس نمیشه شگفتی عجیبیه. الان همین فرارش از یمن باید که بمب منفجر می‌کرد. هیچی نه، اصلا چیزی نیست. نباید اصلا اینا چیزی بخورم. میگم یه کره، یه چیزه. من دیگه بیشتر از این نمیخوام صحبت کنم. من میخوام بگم که آنچه که گفتم فقط منافع و مسائل امنیت ملی کشورمه و نباید هم یه آدرس غلط بگیریم. بانک‌های خصوصی فلان این که درست شد اونا همه درست میشه. یعنی چون که گفتمان، من فقط رو گفتمان و رو جهتگیری بحث دارم، اصلا کاری به آدما ندارم. ببینید یعنی از وقتی شما جهتگیری تو درست کردی آدمات هم درست میشه. وقتی اشتباه رفتی همه چی یه دفعه موج از این برمیره. بالاخره ما مهم پیشاهنگا رو باید ببینیم. در قرآن میگه عده‌ای پیشاهنگ و گروهی پیروان. الان پیشاهنگامون کفایت لازمو ندارن. ما باید حضرت آقا به صورت کلان و جهانی وقتی موضوع رو نگاه میکنه بدونی که این ثمره رو ما مفت به دست نیاوردیم که شما بخواید بری با یه سری بچه بازی و غیره و زالک و ساده انگاری و اون شرور بگه غلط میکنم چه حرفی رو بزنی. باید برخورد جدی میشد و بشه. و این همش هم دروغه.
یه انصارالله اگه ما جای انصارالله بودن این آقایون که نمیدونم بعد چیکار میکنن. یعنی شما نگاه کن وایستادن اونجا مرد و مردونه وایستادن دارن کار میکنن، بعد شما وقتی این گزاره ها رو میدی تأثیرات منطقه‌ایشو نمیبینی؟ نمیدونی چجور کمر کسی که داره بالاخره امیدش به خداست ولی بالاخره به ما عطف توجه داره، ما محور مقاومتیم، بعد تو بیایی همچین شروری رو بگی، بعد اون میشین اونجا بگی که من اینجا رو میکنم سوری سازی میکنم سر اختاپوس میزنم و کمر شما رو میزنه تو منطقه. وزارت خارجه نماینده سراسیما از یمن گفتن به مذاکرات لطمه میزنه، یعنی میگه حرفش هم نزن ما درمان کاری که نمی‌کنیم. میدونم ببین ما الان هر وقت این رفتی میشه نتیجهش همین، یعنی سرمایه‌های انقلاب رو که ثمره خون شهدای ما بوده رو داریم به باد می‌خوایم بدیم. این بدونیم که داره چه اتفاقی میفته و ما اگه غفلت کنیم توی این بازی هی زمان از دست میدیم. یه دفعه نگاه می‌کنیم با یه پروژه‌ای که دارن الان شکل میدن دلار بردن کردن 120 تومن، یه دفعه مجبور بگی آقا چه میشه کرد؟ ما مجبوریم دیگه. حفظ نظام از اوجب واجبات است، حتی اگر مثلا از ولی فقیه رد شه. این تا این حد میتونن این دفعه بیان توجیه کنن. نه اصلا من حالا اینم نظرم این دیگه، چون در قرآن چند تا آیه داری که روی مصلحت میسته. خیلی من 2 تا آیه فکر کنم دیدم. دو تا آیه دیدم گفت اگه دیدی دیگه داری میمیری دیگه هیچی نیست. چقدر مگه تا حالا پیش من یه فیلم دیدم که اینا توی کوههای شیلی افتادن زمین، 3-4 نفر زنده موندن، مجبور شدن که تا گروه نجات بیاد بین مرگشون و خوردن یه تیکه از گوشت اون جنازه هایی که اونجا بود مجبور از دوستاشون یه چند تا گوشت اونجا کباب کردن خوردن و زنده موندن. آیا ما واقعا به این مرحله رسیدیم که دائم تو مصلحتی دفع افسد و فاسد میکنیم؟ پس کی میخوایم ما بریم به سمت انتخاب بین خوب و خوبتر؟ همش بین بد و بدتری؟ مقطع حساس و کنونی بی انتهاست دیگه. ما اصلا اینو باید عوض کنیم. ببین من میخوام بگم اینا تجربه است دیگه. ببین ما معصوم که نیستیم که توی این تجربه سیستماتیک واسه ببینیم اونجا که داریم اشتباه میریم برگردونیم دیگه. چون بعد میرسید دم دره دیگه نمیتونی دنده معکوس بزنی یا دنده رو شیب اینقدر زیاده که میری تای دره میافتی. خدا از سنت‌هاش دفاع میکنه، نه از حتی پیامبرش. پیامبره که باید با سنت‌های خدا خودشو هماهنگ کنه. و این به نظر من یک نقطه بسیار طلایی تاریخه که فقط هم با اراده حضرت آقا میتونه، یعنی خروجیش ایران میاد در هستیم عملیاتی میشه. ما هستیم عملیاتی میشه. این اگر اتفاق بیفته وقت شما میبینی که چه وضعیتی رو ما در غرب شاهد خواهیم بود ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما، خیلی دقیق و جامع اسلام میشه و یک حرف عجیب و ابتکار عجیبی گفتید. ما منتظر مشارکت دوستان در بحث هستیم مثل همیشه و البته از مسئولین هم مطالبه پاسخگویی، اینکه از غرب این همه اطلاعات بیرون بیاد از اینور هیچی، این اصلا براسنده یک نظام جمهوری عادی هم نیست و به حال جمهوری اسلامی. بزرگواری کردید، خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار.